پیکاچو این از همه سخت‌تر بود واقعا این از همه سخت‌تر بود. یعنی پسری با قلب کوکی اصلا یه لول دیگه بود. میتونم براش اصلا یه چیزی تعریف کنم که اصلا برگاتون بریزه. واقعا خب این یه آرزویی بود که آرزوی شخصی هنری بود که محقق شد برای من. یعنی من موقعی که وارد دوبله شده بودم تو برهه‌ای از حضورم تو دوبله که مثلا هم شعر میگفتم هم مدیریت میکردم هم گویندگی میکردم و اینا، خیلی دوست داشتم تو خلوت خودم مثلا آدم با خدا صحبت میکنه، خدایا تو خلوت خودت با خدا، آره خدایا آهنگ بهشتی هم هست، میشه یه انیمیشنی ساخته شه با این سبک که موزیکال باشه، با این سبک که نقش اصلیش به صدای من بخوره و من اینو مدیریت کنم و جای شخصیت اصلیش خودم صحبت کنم و شعراش هم خودم بگم. اینا همش محقق شد. اصلا عیناً اتفاق افتاد و جز کارهایی هم بود که خودش اتفاق افتاد. من تلاشی براش نکردم. 2 تا دعا هم برای ما بکنی قربون دستت بیکار شد. ما نیاز داریم، محتاجیم. ماشاءالله گیراه. آره سالها بود، یعنی چند سال بود به این فکر میکردم تا اینکه سال 93 2014 میلادی یهو اصلا سفارش دادن به من هم چیزی. منی که اینقدر خوره انیمیشن ها و کمپانی های سازنده و اینا غافلگیر شدم اینو کی ساختن من خبر نداشتم. یهو دیدم یه همچین چیزی. بعد اینجاش جالبه، معمولا اصلا ذات کار ما اینه که کار فورسه، باید زود برسه و یه کاری میاد باید تا پیکش هست عرضه بشه و دیده بشه و همیشه بوده تو هر شرایطی. بعد این سفارش دهنده اینو عجله نکن 2-3 هفته وقت داری، تو بعد زیر یه هفته معمولا اتفاق بیفته. این هم باز همزمان آره خدا یک نوری اومد از آسمون، وقت کافی، بودجه بیشتر، همه چی موزیکال درک میکنم بودجهش بیشتر فلان. چون همزمان با امیزینگ اسپایدرمن 2 اومده بود و این دوتا رو اون موقع هنوز باب بود که رایت فیلمو بخرن، با هم گرفته بودن، تمرکزشون روی اون بود که دوبله و پخش. تو فعلا با این برو حال کن، ما فعلا به اسپایدرمن برسیم. و من اصلا یه بخش ویژه خاص و دوست داشتنی از زندگی هنریمه روزهایی که روی پسری با قلب کوکی. قطعاً ایرادهایی داره مطمئنا، نظر فعلا نگاه میکنم الان من بخوام این کار دوباره دوبله کنم یه چیز دیگه کلا میشه. ولی اون سال واقعا 100مون رو گذاشتیم، کل تیم 100ش رو گذاشت و فیدبک خیلی عجیب غریب دوست داشتنی تا همین الان، فیدبک های خیلی خوب. 10 سال گذشته، یعنی ببین 10 سال گذشت باورم نمیشه. میگم ما مثلا با 10 سال دیگه میگیم یادته 10 سال پیش نشسته بودیم اینجا داشتیم با هم حرف میزدیم، یادته میگفتی این همه گفتی پسری با قلب کوکی فلان داستان آرزو بچگی اینا، بعد پیکاچو حذفش کرد. پیکاچو هم آخه داستان داره، ولی اون 10 سال اصلا خیلی مثلا 8 سالش بوده دیده طرف، الان 18 سالشه میگه حالا مردی شده برای خودش. آره ما بزرگ خانومی شده برای خودش و خیلی خوب بود. آره ولی پیکاچو حذفش کرد. دستش هم درد نکنه. حالا ببینیم کی پیکاچو رو حذف میکنه. پیکاچو جارچی تدس شده. بله همه به گوش باشید. خیلی باحال. پیکاچو پروفسور مارمالاد. بعد سابقه ها بله پیکاچو دیگه جانیو گفتی من گفتم من اصلا نگاه کن، من از همونجا با یه قلب شکسته دارم ادامه میدم باور کن. پیکاچو کامیلوی انکانتو. بله پیکاچو ارکوله. درست میگم اسمشو؟ ارکوله بود درسته؟ ارکوله آره. ای بابا لوکا خیلی سخت. یه بار دیگه سوالو بررسی کنیم. بله پیکاچو نه سوال خود کدوم کاراکتر رو بیشتر بهش ارق دارم؟ نه
بیشتر دوستش دارم. فرق این دوتا خیلی کدومی سخت داره همونو بگم. علاقه ارق واقعا پیکاچو. ارق علاقه عشق هرچی اسمشو بذاری من همونو میگم. همون پیکاچو. آره. پیکاچو والتر بکت. ایوا پیکاچو مورتی. کی طراحی کرده؟ طراح کی طراحی؟ چوبو بدیم من با چوب بزنش. فکر کنم منم باهات میام بریم بزنیمش با هم گیر بزنیمش. اصلا نگران برنامه که تموم شد هستی که شما بهمون کارت داریم. ترتیباش هم خیلی فیک شده. نه همش برنامه‌ریزی شده است. ساعت‌ها زمان گذاشته که چجوری من و شما رو اذیت کنه. مورتی که از افتخارات من جزئی از پروژه ریکو مورتی هم. یعنی حیف سر ضبط فصل 2 اصلا با حیرت و شگفتی داشت پیش میرفت. همه چی من اینجوری بودم احساس می‌کردم چقدر اتفاق بزرگی در تاریخ دوبله داره میفته که واقعا هم افتاد. پیکاچو آره. مورتی هم هست. دارم کم کم ناامید میشم. اما پیکاچو آدوال. ای بابا یارو میمونه دیگه. فکر کن دیگه همیشه اینطوری صحبت میکنه. فکر نمی کنم هیچ کاراکتری با این صدا به اندازه آدوال دیده شده باشه. البته در رقابت با آقای پیبادی. پیکاچو. بله. پیکاچو توک رایا و آخرین نژاد. فکر کنم بگم توک مثلا جانی رو نگفتم. نه مثلا پیکاچو. واو. پیکاچو اینو میدونم خودتون دوستش دارید. زورو. قضیه حیثیت شد. قرآن موهای پشت گردنم سیخ شد گفتی زورو. واقعا اصلا فکرشو نمی کردم. صدای قلب‌ها داره میزنه. زورو بالاخره پیکاچو هست میشه. چرا من خوشحالی میکنم. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود ولی اون ریشش خیلی طولانی تر. اول برنامه‌ام گفتم زورو از بچگی میاد. اینم یهو همون یه چیزی شبیه همون پسری با قلب دیدم. یه زورو ساختن به من میخوره. زورو نباید اینجوری باشه. زورو هیچ وقت دون دیگو دلاوگا اصلا این شکلی نیست هیچ وقت. ولی من گفتم سیبیل داره فلان داره مثلا چشش اصلا فلان داره چی داره ولی نمیخورد دیگه هیچ وقت. فلان داره بیسان داره شمشیر داره تریش. بله تریش داره. عضله مثلا چه اشکال داره؟ مگه باید حتما همه آقای اتقیایی باشن که لولو خانم آفرین. یعنی تمام دوندیوگای قبلی تو این کاتگوری بود که مثلا صدای ژانر آقای اتقیایی، آقای مثلا الماسیان، یه زورو ساختن. آره عباس چارده‌ای. ولی یه زورو ساختن که اصلا بچه‌ها رد می‌شدن نمی‌دونستن این چیه قضیهش کستش اینو. این عرفانه رو کی میگه؟ این عرفانه رو خود زوروه. زورو اینه. بچه خوشگله زوروه مثلا. پس زورو آخر حریف پیکاچو شد. زورو هم خیلی خوش گذشتم. خیلی عزیز بود دیگه. پارامترهای دیگه تا الان که چربید. خب ببینیم حالا زورو تا کجا میاد. زورو پسری قارنشینا. نی جانی میره کنار دیگه پسری. دیگه پسری شوخیه. زورو آقای پیبادی. آقای پیبادی خیلی باحال بود. خیلی جالب بود. یعنی با اون صدا من اولین بار بود شخصیت اینقدر اصلی و مهم و خیلی اون کار پر کاراکتر بود. خیلی گزینه‌ها بررسی شد. یکی از چالش‌های مدیریتی خانم مومنی بود و چقدر اون دوبله هنوز که نگاه میکنیم پر از جزئیات و خیلی اصلا دوبله خوبی بود. ولی بازم حریف زورو نشد. زورو دیگه پیکاچو رو وقتی میزنه دیگه. آخرین تلاش هم میتونه این باشه برای زورو. چرا من تلاش میکنم حذف کنم؟ چه مرضیه؟ زورو این دوست خوبمون که الان ای وای اینجا ایستاد. ای وای چلفتی عزیز. قدیمی ترین
یار دوبلوی من. دوبلوی، بله اینجا بله. دوبلوی دوباره اختراع بله شد. بله دوبلوی